درود بر دوستان و یاران. یک خبر این بمب ترکید روز یکشنبه، یعنی زمزمش از شنبه شب بود. احتمالاً استقلال و پرسپولیس از آسیا حذف میشن. دلیلش به خاطر اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا چند سال پیش هم هلدینگ خلیج فارس که استقلال خریده و هم بانک شهر و چند تا بانک دیگر رو تحریم کرده. یه دوستی داشتم نزدیک AFC در مالزی زندگی میکنه، کوالالامپور. روز یکشنبه باهاش صحبت کردم، فوتبالی، طرفدار یکی از این تیم‌های سرخابیه. گفت این خبرم اینجا پیچیده شده، باید ببینیم که چه خواهد کرد AFC. آنچه که مسلم است خطر هست، همچنان با وجود این همه پروپاگاندایی که کردن در این مدت هفته گذشته به خاطر واگذاری سرخابی‌ها، بازم خطر هست، همچنان هست بالا سر سرخابی‌ها. امان از این مدیران نالایق.